جانی برادر، در خاطر دار اگر از غشت طلا قصر سازی و اگر از سنگ خارا شهر سازی، نیابی در جهان یک ذره فیضی اگر مادر نباشد از تو راضی. اگر 100 روزه و ایمان داری، اگر چون سله شاهان داری، قبولش نیست حج اکبری تو اگر مادر نباشد از تو راضی. اگر تو در زمانت شاه باشی و یا که همچو مثل ماه باشی، نیابی حرمت در بین مردم اگر مادر نباشد از تو راضی. خداوند کریم در این ماه مبارک همه ما و شما را لایق دعا و صاحب رضایت مادر گردیدن را نصیب بداند. خدا نگهدار.